استاد در مدرسه های بخارا کدام درس ها را می‌خواندند؟ آیا علم های از قبیل ریاضیات، هندسه، شعر آموخته می‌شدند؟ به نام خداوند بخشنده مهربان. سوال جالب است در حقیقت. ببینید این درسی که در مثلا مدرسه های بخارا درس داده میشد، ما نمیتونیم بگیم یا بگیم که همش این خیلی بود یا اون خیلی بود. مثلا یکی از منبع‌های معتمدترین در اینجا همون کتاب تاریخ انقلاب بخارا استاد صدرالدین عینی هست. ببینید نکته جالبی رو استاد جا تاکید میکنه. البته این مثلا همون دایره‌ای که استاد در اون بودند و همون دایره جوانایی که می‌خواستند همون برنامه درس رو نو کنن، همین این چیز بین اونها مشهور بود. مثلا یا کتابای احمد دانش هم رحمت الله علیه هم خونیم و عیناً همین چیز است که از این برنامه شکایت می‌برند. استاد میگن که جمله ببینید، میگه در اون زمان‌ها در مدرسه‌های بخارا در برابر علم دینی، علم‌های از قبیل حساب، هندسه، تاریخ، طب، منطق، شعر، ادبیات و غیره آموخته می شدند. در قسم دینی چی می خوندن؟ قرآن، حدیث، تفسیر، علوم قرآن می خوندن، اصول فقه می خوندن، قاعده اصلی شریعت می خوندن. میگن در تاریخ باشه دیگه سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم، ترجمه حال یعنی که کتابای مثلا رجال می خوندن و کتابای طبقات می آموختن. اینا هم یعنی که چی است؟ از قسمی از برنامه درسی در بخارا بود. خب این کدام وقت بود؟ استاد میگن اون وقت بود که ملاهای اون وقته بخارا از اصل دین باخبر بودند، از نام شریعت هر فن را حرام نمیشماریدند و هر کس را تکفیر نمیکردند. بعد این استاد شروع میکنن به همین تاریخ چگونه ویرانشوی هم برنامه، یعنی از گفته های استاد عینی معلوم میشود که در بخارا پیش از آمدن همون یکی از خانهای به نام عبدالله خان ازبک، خب که سال 1580 میلادی مثلا یک مدرسه مثل درباره همون گپ میزنن استاد، تا آمدن همون شکل درس ها به همین شکل بود. یعنی چه خیلی، یعنی حتی وقت مغول هم که آمد اینقدر رکود پیدا شد، اینقدر سستی پیدا شد، مثلا یعنی روی به تنزل آورد همه علم ها، با وجود مدرسه بخارا همین ویژگی خودش رو حفظ کرد که در اون هم ریاضیات بود، هم طب بود، هم هندسه بود، هم قرآن و حدیث و علم‌های سیره و این اون وجود داشت. بعد استاد میگن که از بس که دایره های حکومت بخارا در تحت نفوذ همین علما بودند. کدام علما؟ همون علمایی که از اسلام خبردار بودند. میگن که خانهای مستبد و خانهای جبار و خانهای ظالم خود را به درجه جبر و ظلم ارباب دولت دوره آخر رسانده نمیتوانستند. چرا که ملاهای تقوادار، ملاهای حقانی از نظر شریعت حرام بودن ریا، تملق، خوشامدگویی ها را به خانها و بیکها میدانستند. بنابراین به امیر وزیر نزدیک نشده فرصت به دست آید فقیر و فقرا را حمایه و مدافع میکنند. یعنی از گفته استاد معلوم میشود که بعضی ملاهای بودن، ملاهای تقوادار بودن، خدا ترس بودن، انسانایی که مثلا میدونستند که شریعت از اونها چی میخواهد، اونها از تملق گویی دور بودن، هیچگاه تملق گویی نمیکردند. برعکس میگه فقیر و فقرا حمایه میکنن وقتی که بالا اونها ظلم میشه. اکنون میگن که چگونه همین برنامه ها ویران شد. ببینید برنامه چه برنامه زیبا است. همین علم هایی که مثلا حاضر زمان است و همون علم هایی که در اساس همون علم ها مثلا ما سینادار شدیم و مثلا بوعلی دار شدیم و بیرونی دار و خوارزمی دار و فلانی دار شدیم. همون علم ها وقت بود. چه خیلی اینها تغییر یافتند. استاد میگن که خانها برای چشم علما خوشنمود و وانمود کردن خودشان مدرسه های کلان ساختن شدن، مسجد ها ساختن، خانقاه ها ساختن، کتابخانه ها ساختن، آشخانه های وقفی ساختن. بعد میگم مناسبت های معین رو استفاده برده ملاهای درجه 2 و 3 را به طلبه های مدرسه انعام نموده، به نام زکات پول ها تقسیم کردن. نه اون ملاهای اولی که گفتیم چی بودن، ملاهای صاحب رسالت بودن، بلکه ملاهای میگه درجه 2 و 3 را اینها سوء استفاده کرده، به اونها پول هر چی تقسیم کردن، یاردم کردن. بعد میگه اینو دیده همون بیک و همون بای و همون سهارتمنده که همون در همون چیزا زندگی میکردن، اونها نیز به همین شکل مدرسه ها ساختن، مسجد ها ساختن، خانقاه ها ساختن، اینا ساختن. باز همین ملاهایی که خیلی گفتن درجه 2 3 استفاده بردن تا اینکه از نفوذ ملاهای حقیقی چی کاهش. وقتی که این عبدالله خان مدرسه رو کشاد، وقتی کشادش این مدرسه اومد، 2 عالم به مناظره که دعوت کرد. یکیش میگه مولوی میرزا جان بود، یکی دیگرش از شیراز مسافر آمده بود. میگه اونها مناظره کردن و عبدالله خان گفت که کسی که در این مناظره برنده شود که صاحب مدرسه هم میشه. ببینید این یک نمود مردم جلب کردن به سوی چی بود؟
مدرسه هایی که آینده با فایده همون چی بود عبدالله خان و که همون سلاله هایی که در اون زمان بودن استفاده میشد. اینجا دیگر میگه میرزا جان، مولوی میرزا جان گویا که این برنده شد و مدرسه رو به او دادن. در نتیجه همین مولوی میگیم که میرزا جان چیکار کرد؟ میگه اومد جدول درس رو به دست خودش گرفت. میگه برنامه بخاری که از خودش پیش 100 سال آماده شده بود، شرح و حاشیه های تألیف کرده خود رو به جدول در آورد. یعنی معلوم است که این مولا شهرت طلب بود که اینقدر مثلا کتاب ها و اینقدر مثلا برنامه محکمی که بخارا داشت و بخارای شریف شده بود، این آمد همونجا شرح های خودش در آورد و درس های حدیث و تفسیر میگه که رفیقانش در آن تخصص یافته بودند اونها را چندان اهمیت نمیداد. ببینید وقتی که فقط این مثلا انسان شهرت پرست آمد و کتاب خودش مثلا جدول درس داخل کرد، بعد آن دیگه میگه جای حدیث و جای تفسیر و جای سیره و جای طب و هندسه و منطق و این چیزا چی تنگ کردن گرفت. بعد میرزا جان وفات کردنش میگه شاگرداش اومدن عیناً همین کار کردن. میگه اونها به همین روش پیش رفتن، جدول درسی میگه با همون چیزای نو افزودن که رفته درس های چون حدیث، تفسیر، علوم حدیث و از جدول درس میگه تماما بیرون شدن. ولی این علم های دنیوی اون طرف است، خود علم های اساسی شریعت که توسط اون مثلا خدا شناخته میشود، پیامبر شناخته میشود، همه اونها رو جاش چه گرفت، همه حاشیه نویسای همین رو گرفت. عاقبت میگه چی شد؟ این عاقبتی همین کاری که اینو تشکیل کردن، استاد میگن که اومدن طلبه بیچاره می اومد 18 سال 20 سال حیاتی هم مقرر طلبه چی بود؟ آموزش دیباچه و خطبه شرح مولای عبدالرحمن جامعی، اینچنین کتابی یا اینکه حاشیه قطبی بود، یا اینکه عقاید نصفی بود، یا اینکه تهذیب بود، یا اینکه حکمت العین بود، یا اینکه یعنی مولا جلال بود. میگه همین 5 6 کتاب میگه 18 20 سال حیات طلبه میگیره و اون علم های اساسی که بودن اونجا مثلا قرآن و حدیث و تفسیر و سیره و اینو ما گفتیم که ریاضیات و مثلا اونجا نجوم و چی بود، همه اونها رو بیرون کرد. این من نتیجه شد که چی در بینه که عصر حبده است، این گفتی استاد، اینه که تقریبا آخرهای 16 اولای حبده است این شکل شده است. یا شاید که در همون حبده 100 سال همین چی همین 2 نسل یا 3 نسل شاگردای مولا میرزا جان یا اینکه همینا توانستن که برنامه رو تماما وارونه کنن، چپه کنن و تو نه تنها علم های مثلا دقیق بلکه تا علوم اصلی شریعت بیرون کردن، فقط به حاشیه نویسی، فقط به مسائل فقهی، فقط به مسائل تراشی و یک چند کتابای صرف و نحو اکتفا کردن. خب همین بود سبب، یعنی که سبب تنزل مدارس بخارا همین است، یعنی که طبق گفتی چی استاد عینی، وقتی که همین نمود ملاها بالی برنامه درسی چی کردن، سیطره پیدا کردن، چی کردن فقط برای شهرت طلبی خود کتابای خودشون، اگر کدام طلبه که بر کتاب استادش حاشیه می‌نویس همون طلبه فقط چی مثلا دیپلم میگیره به اصطلاح امروزی که بود اینش میاد به حاشیه و حاشیه می‌نویس، نه به حاشیه و حاشیه می‌خواد رفتن دیگر چی شد رو به تنزل آورد. به همین عاقبت بخارا به هم از جهت علمی تنزل کرد، هم از جهت مثلا دنیوی تنزل کرد، همه طرفه قفاره شد.